تارگت دلی میزنم عمو حسین گل گلاب یه مافیا سروش کارد سرسبز دلی تا ببینیم دلی رضا خدمتتون سلام عرض کنم دوباره از کنم فعلا تارگت نمیزنم هیچی نمیکنم دریا من از خودم فقط دفاع میکنم من شهروندم و اگه مافیا باشم میدونی که چرا بد مافیا بازی میکنم شهروند دارم خیلی رضا جان من خیلی این آقای برادر رو گاردشو بسته نگیدم نخواه میدم چی گفت کجاش بسته بوده چون خیلی اینجوری نشسته تو مشکوک بودی به شما تارگت میزنم رضا جان از این دو دوستم چیزی نگرفتم راجع به بعد خودم قدم فردا صحبت کنم سلام دوستان حسین هستم خوشحالم آقا یه تارگت دارم کردی ولی امروز خیلی میزنم فرق گفتیده ولی یه دونه به شما میزنم یه دونه با آقای امید میزنم یه دونه با آقای دکتر سلام و عرض ادب سروشم خیلی خوشحالم باتون بازی میکنم چه ترمای عجیبی کلا قبل از خودم من یه نکته در شما بگم آقا پدرام من خودم بلدم خودم دفاع کنم شما یه تصمیم گرفتی فقط به سر صحبت تارگت بزنی این خیلی رفتار عجیب بود اون دو نفری که قبل تقریبا نکس دادن نمیخوای اصلا بررسی بکنی خانومم که فقط یه تک تارگت اونجا سلکتیو زد شما هم گفتید چیکار کلا بعد خودت تراکم مافیایی قبل خودم دارم میبینم سلام دوستان شبتون بخیر محمد بازی هم مجددا خوشحالم دارم باهاتون بازی می‌کنم. سیزدری سر صحبت رو به اجبار بهش دادم اختیار نداشته توش. پس برندش میذارم برای فردا ببینم کالیتشو پیگیری میکنه یا نه. سیت 2 اگر پلیر نیست هست برام مهم نیستش. باید بهت تارگت بزنم تا اینکه بازی در یه جایی ران کنی. سیت 3 هم ایزن همینطور. شما اگه شهروندی نباید از همین نقطه پوزیشن دفاع باشی بگی من از خودم فقط دفاع میکنم. سیت 4 بازی اومده زبون شما شده مشکلتون رو خودتون با هم دیگه حل کنید ولی به سیت 1 مسیر تارگت از نظر من نداشتی خودش گفته فیلینگمه اوکی سیت 5 بازی تصمیم گرفته که اینجا یه دونه ایزی تارگت بکنه خانم اگر شما هم سعیده حالا آقای حسین شما تصمیم گرفتی تمامی اینا رو اسکیپ کنید یه ست فیلینگی اینجا بزنی خیلی بی‌ادبیه ببخشید من اینجا چیکار کردی؟ تارگت نمیزنی میشستی تارگت زده گفته داری بسته دیدم منم میخواستم بهش تارگت بزنم یه مسئله رو به شما میدارم شما که ایزی تارگت زدی شده یه دونه فقط سیت شماره شماره دو چی گفت؟ آقای پژمان با احترام خانم سعیده شما دوست نداری که من تارگت زدی؟ محمد همه رو تحلیل کردی سلام دوستان شبتون بخیر امیرم خیلی خوشحالم دارم از همه شما بازی یاد میگیرم علیرضا به من تارگت زدی تارگت بکت میکنم و سیت 2 کاری ندارم نکستا سیت 3 که خودشون اومد فقط شهروند کرد و همون مشکل میشه سیت 4 شما که آقا من با شما بازی کردم فقط یه نوع تارگت میزنی بقیه رو این کار ندارم کسی که باید تو این شرایطون وقتم کم میارم میخوام سریع جمعش کنم خانم سعیده رو کاری ندارم عمو حسین برام مشکوک بود با تو بازی میشه با محمد بازی میشه با امید بازی میشه این برام فیلینگی به مصطفی سلام دوستان شبتون بخیر بچه ببینید بازی الان اینجا مشکوکای بازی خانم دریا و آقای حسین بودن خب آقای پژمان اومد تحلیلی نسبت به سیت قبلی خودش کرد خب حالا اونم تحلیلش درست بود چون چیزایی که من ازش متوجه شد اومد هم صحبت کرد غیر از این هم نمیتونه صحبت بکنه خب پس نمیتونم فعلا خورده بهش بگیرم حالا منم با دست شما بازی میشه چون دقیقا تارگتای منم با تارگتای شما مشترکه خانم دریا که گفتن که خودش اومد واسه خودش
چیز کرد بودش اگر من مافیا باشم شکل دیگه بازی میکنم، ولی خب یعنی در واقع دفاع رو جلو کرد و حالا نیست تو باید سلام دوستان، مصطفی هستم. یه تارگت میزنم به پژمان، یه دونه به عمو حسین، یه دونه به آقای تاجیک، یه دونه به آقای خیری، یه دونه به آقای دکتر. نیکس. بچه‌ها فردا لطفاً تو ترنتون بیستید، کمه ببینید. شب هم میگه خوابم.